بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، خواهران عزیز، برادران گرانقدر، ما و شما سوره آل عمران رسیده بودیم و گفتیم که موضوع اساسی سوره آل عمران ثابت قدمی در منهج تشریعی الهی هست. یعنی در موضوع قبلی ما و شما در سوره بقره منهجی که الله متعال در شریعت و قانون الهی بیان کرده بود، در این سوره گفتیم که حکم الهی است که باید به می منهج و به می روش و به می اسلوبی که بیان شد به این انسان ثابت قدم باشه و در مقابل انسان ها مشکلات خارجی می باشه که مشکلات خارجی از طرف دشمنای اسلام برای تخریب مسلمان ها شبهات و شهوات و امور مختلف را مطرح می کنن و مشکل داخلیش هم که در بین خود مسلمان ها بعضی مشکلات از طریق منافقین، از طریق مغرضین، از طریق بعضی اوقات خطاها و اشتباهات مسلمان ها می باشه. و در بخش اول ما و شما گفتیم که مشکلات فکری خارجی و اسباب ثابت قدمی در مقابل از اونا بیان میشه و در اینجا در بحث اول که وفد نجران آمدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به امرای از اونا مناظره میکرد، آیات قرآن عظیم شان نازل میشد و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مطلب اول بیان شد که عقیده و ایمان به خالق متعال بر از اینا معرفی بکنه و تا اینا بفهمن که خالق متعال دارای چی صفاتی است. حال مطلب دومش شروع میکنیم که در آیت 20 آل عمران است که دعوت اهل کتاب است. بعد از بیان اساسات عقیده توحید و معرفی اهل توحید، دعوت مخالفان به سوی تسلیمی و پذیرش اسلام و بیان نتایج قبولی و عدم قبولی در این آیات بیان میشه. نقطه اول دعوت به قبولی اسلام و تسلیمی به حق است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن حاجوک، اگر اینا امرای تو استدلال و حجت کردن، دلیل گفتن، فقل برشان بگو که اسلمت وجهی لله، ما خود تسلیم کردیم به الله. اسلام تو یعنی ما اسلام آوردیم و تسلیم کردیم خدا به الله سبحانه و تعالی و من تبعنی و هر کسی که از ما متابعت میکنه، یعنی ما و پیروانم و اصحابم و امتم، کل ما مسلمان هستیم و خدا به الله تسلیم کردیم. و قل للذین اوتوا الکتاب، و الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بگو بر کسانی که برشان کتاب داده شده هست، والامیین، و کسایی که ناخوان هستند، یعنی اهل کتاب یهود و نصارا هستند و امیین ناخوانهای عرب که قریشی ها بودن و دیگرها قبایل بودن، بر از اینا بگو که اسلمتم، یعنی اسلام بیاورید. اسلمتم اینجا اسلام بیاورید. فین اسلموا، اگر اینا اسلام آوردن، فقد اهتدوا، یقینا که اینا هدایت شدن. و این تولوا، و اگر روی آوردن، فانما علیک البلاغ، پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه تو بالای تو تبلیغ است که بر از اینا حق برسانی. والله بصیر بالعباد، الله و بنده هایش بسیار با خبر است. دومین نقطه بیان نتایج مخالفت و کفر و عصیان است که مخالفتی که دشمنای اسلام میکنن و کفر و عصیان و ناسپاسی میکنن، این بیان میشه که ان الذين یکفرون بآیات الله، یقینا کسانی که کافر میشن با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و انبیاء الله بدون حق به قتل میرسانند، و یقتلون الذين یأمرون بالقسط من الناس، و همچنان کسایی که به عدالت امر میکنه از مردم، اینا را هم به قتل میرسانند. فبشرهم بعذاب علیم، پس بر از اینا بشارت بده به عذاب دردناک. مشکل امی هست که کسایی که مخالف دین و مخالف حق هستند، اینا هم پیغمبران را میکشتن و هم دعوتگرای اسلام به قتل میرساندن و میکشتن. الله متعال برشان گفت که برای اینا را
بشارت بده. اصلا بشارت و خوشخبری هست. اینجا یک سوال پیدا میشه به عذاب علیم. این در چی هستم؟ این بشرهم به عذاب علیم، این در بخش امو سایکولوژی یا روانشناسی اسلامی هست که برای یک کس وقت ضربه روانی زده میشه از نگاه سایکولوژی و روانشناسی، در زبان عربی را علم النفس میگن، که برش در وقت عذاب و سختی ها میره میگه که بشارت چشمایت روشن. مثلا بعضی شاگردا که در پانتون امرای صنفی های خود بسیار میخواین که مسخریش بسازن و بسیار ذلیل بسازنش، وقتی او در چانس میخوره باز برش میگه اوه چشمت روشن، چانس خوردیم. این در حقیقت یک نوع عذاب چی است؟ روانی هست بر از او. و الله متعال اینا را عذاب روانی میته، میگه اینا را بشارت بده. بس سختترین عذاب و دردناکترین عذاب اولئک الذین، اینها کسانی هستند که حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اعمال از اینا در دنیا و آخرت نابود شده، یعنی اعمال حسنهشان کاملا از بین میرن. به خاطر از اینکه در آیات قرآن است که لئن اشرکت لیحبطن عملک، وقتی که در شرک مبتلا شدی تمام اعتقادات تو و تمام از اینا نابود میشه. این آیت قرآن است که اعمالشان در دنیا و آخرت نابود میشه و ما لهم من ناصرین. همین قسم که وضو مشکنه، متوجه باشین، همین قسم که وضو مشکنه به همین شکل وقتی ما وضو میگیریم در پالوی از او علما برای ما میگن، درس میدادن استادای ما و همیشه استادا درس میدن که وقتی شما وضو گرفتین همین وضوی شما به اینی چیزها وضویتان نقص میشه، مشکنه. اینا وقتی که وضو شکننده داره به همین شکل نماز انسان، وقتی یک نفر نماز میخونه، نماز هم اگر یک نفر کس در جریان نماز گپ میزنه یا خنده میکنه، خندی قهقه میکنه، نمازش مشکنه. به این شکل غلط است که یک کس بگه نه من وضو گرفتم دیگه وضوی نمیشکنه، یا نماز خواندم در وقتی که الله اکبر گفتم در نماز داخل شدم نماز ما هیچ پروا نمیکنه. نه خیر، همین قسم که وضو خراب میشه، فاسد میشه، همین قسم نماز انسان فاسد میشه، مجبور است یا سر وضو بگیری نماز بخوانی. به این شکل همین قسم وقتی که انسان کلمه میخوانه و مسلمان میشه نواقص داره که بالاخره انسان نقص میکنه ایمانشه. مثلا یک نفر استهزا میکنه، یک نفر دشنام میته به پیغمبر، دشنام میته به الله، پس ما گفته نمیتونیم پس بگیم که نه این چی هسته، هیچ نقص نمیشه ایمانش. و در این قسمت شما کتاب‌های زیادی علما نوشته کردن و در هر کتاب فقهی که ما میخواندیم یک باب کلان است درباره باب مرتد که چه قسم انسان مرتد میشه و باز شرایط و احکامش اونجا بیان میشه. پس اینجا اهل نجران اینا به می فکر بودن که ما خب مسلمان هستیم، ما دیندار هستیم و الله متعال میگه که اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینا کسایی هستن که اعمالشان فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت اعمالشان نابود شده. چرا؟ اینا به شرک مبتلا شدن، ادعا کردن که عیسی مسیح فرزند الله هست. علت سومیش علت مخالفت اهل کتاب با دعوت توحید و حکم به ما انزل الله. ببینید اینجا اینا که علم تر الی الذین، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسایی را که اوتو نصیب من الکتاب، که بر از اینا نصیبی از کتاب آسمانی داده شده، یدعون الی کتاب الله، اینا دعوت میشن که بیاین به کتاب الله، که وظیفه کتاب الله چی است؟ لیحکم بینهم، تا که این کتاب الله در بین از اینا حاکم باشه. کتاب الله چه قسم حاکم می باشه؟ که شما نظام سیاسی حکومتیتان را، نظام اقتصادیتان، نظام مالیتان، نظام تشریعیتان، نظام تعلیمی و تربیویتان و تمام نظام هایتان مطابق قرآن و سنت بسازید. این حکم الله هست که باید با ما انزل الله. ثم یتولا فریق منهم، اینجا الله میگه که باز یک تعداد است اهل کتاب که خدا اهل کتاب میگیرن، دیندار میگیرن، باز اینا از حکم الله سرپیچی میکنن. و متاسفانه امروز همین کارهایی که یهود و نصارا میکردن، امروز بسیاری از کسانی که خدا مسلمان میگیرن و مخالف حکم به ما انزل الله هستن. الله متعال میگه که
ثم شما ببینید وقتی ما شما قرآن میخوانیم، ماه مبارک رمضان هست، باید تدبر بکنیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله. الله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ببین این کسایی که ادعای میکنن، کسایی که برشان نصیب اهل کتاب داده شده، یدعون الی کتاب الله، اینا دعوت میشن به کتاب الله که بیاین مطابق قرآن، مطابق سنت حکم شود، فیصله شود، نظام های سیاسی خود، اقتصادی خود مطابق ازی بسازیم. ثم یتولی فریق منهم، یک گروهی از اینا روی میگردانند و هم معرضون، و اینها در حالی که اعراض کننده هستند، یعنی کفرشان کفر اعراض است. یک نفر جاهل است، کفر جهل است. یک نفر است برش دین نرسیده، در یک جای زندگی میکنه که اصلا هیچ برش اسلام نرسیده، خو هم کافر گفته میشه، او کافر گفته میشه. به خاطر ما رو مسلمان گفته نمیتونیم. به خاطر مثلا یک نفر در یک مغاره زندگی میکنه و در یک مغاره در افریقا زندگی میکنه، او رو ما مسلمان گفته نمیتونیم. مسلمان کسی هست که این کلمه میخوانه و احکام اسلام. خب برای اسلام نرسیده، بله او کافر هست، لکن کافر جاهل است. یعنی کافر جاهل است که باید او دعوت داده شود تا که مسلمان شود. و اگر امی کافر جاهل باز میموره و هیچ کسی برش دعوت نداده، این دیگه باز در آخرت الله میفهمه و کارش، و الله میگه که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما باز تعذیب نمیکنیم برای کسی تا وقتی که به زور رسول یا دعوتگری یا کسی که بوده به ایمان دعوت بکنه نفرستاده باشیم. خب برای کسی اگر به اون شکل باشه، باز الله متعال در آخرت او را تعذیب نمیکنه. اما آیا در دنیا او را ما مسلمان بگیم؟ ما میگیم که نه خیر، مسلمان نیست. چی است؟ حالا خب مسلمان نیست. وقتی که مسلمان نبود یعنی کافر است. باید این مسائل نقاطی هست که مثلا در قرآن وقتی که ما شما این بحث میکنیم آیات میه که بر زنا و جاهلا کافر گفته شده است. ابو جهل جاهل، پدر جهل است، لکن کافر گفته میشه به خاطر ازی که برای سو وقتی که قرآن نازل شد و دین بیان شد، دیگه بازی نمیشه که برای سو کسی عذر بده و بگه که ابو جهل بیچاره خود جاهل است، پدر جهل است. و بسیاری قریشی ها نخیر، اونا وقتی که حکم رسید باز اینی مسائل باید ساله که بیانم قالو، اینالی ادعاهایی که یهود و نصارا میکردن که میگفتن که لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اینالی یا وقتی که حکم به ما انزل الله را قبول نمیکنن، مطابق قرآن و مطابق سنت حکم نمیکنن، چرا؟ بازیا بر خود یک چهل جور کردن. و اون چهلشان چی هست؟ چهل و رایشانی است که اونا باز میگن که برای ما آتش نمیرسه مگر ایام معدودات، یک چند روز معدود. خب اول خب ما به دوزخ نمیریم، اولی گپ میزنن ما به دوزخ اصلا نمیریم، ما اهل کتاب هستیم. یهودیا خصوصا میگه ما خو ابناء الله و احباب الله هستیم او فرزندای الله هستیم، العیاذ بالله. و نصرانی ها هم به می شکل که وقت محبت با عیسی مسیح داشتی خلاص دیگه تو به دوزخ نمیریم، ما با عیسی مسیح محبت داریم. اینال باز میگه بالفرض، یعنی فرض محال، میگن که اگر ما به دوزخ هم بریم ایام معدودات، یک چند روز محدود میریم. و غرهم فی دینهم، الله میگه اینا را امی ادعاهای دروغی و غلط مغرور ساختشانه در دینشان. ما کانو یفترین، چی اینا را مغرور ساخته؟ ما کانو یفترین، آنچه که اینا افترا و تهمت بالای الله میکردن. مثلا بسیاری کسا هست یک نفر خود سم کافر میشه و میگه نه کافر نیست، الله میگه کافر است، این میخواد میگه نه کافر نیست، من کافر نمیگم، این وظیفه ما نیست که ما اینا کافر بگیم. ماشاءالله. اینال یعنی افتراهای از اینا سبب ازی میشه که مردم اینا را مغرور ساخته. غرورشان در چی است؟ در افتراهاتی که تهمتایی که سر الله کردن و سر رسولش کردن و سر دین اسلام و سر موسی علیه السلام، یهود نصارا سر موسی علیه السلام تهمت میکردن، سر عیسی نصرانی سر عیسی علیه السلام تهمت میکردن. آیا عیسی علیه السلام برشون گفته بود که شما بین مجسمه مرا بسازین؟ آیا عیسی علیه السلام برشون گفته بود که شما مرا عبادت بکنین؟ یعنی مشکلاتی هست که اینجا باز مطرح میشه. کل از اینا و کل از اینا درس از برای ما و شما که ما مثل از اینا نشیم. ولی متاسفانه بسیاری از مسلمان ها مثل از اینا میشن و امی افتراعات میکنن و اگر برشان آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشن، باز به شکل از اشکال باز میخیزن
نامگذاری و اتهامات و گپ‌های عجیب و غریب. خب روز قیامت است انشاءالله الله متعال و کیف اینا جالب نقطه ای است که باز الله متعال جزای منکرین توحید باز روز قیامت میگه که فکیف باز چگونه خواهد بود که اذا هنگامی که جمعناهم ما اینا را جمع بکنیم لیوم در روزی که لا ریب فیه، یعنی روز قیامت که در هیچ شک نیست. و وفیت کل نفس که کامل داده میشه پاداش و جزا برای هر کس ما آنچه که کسب کرده و هم لا یظلمون، در حالی که اینا ظلم نمیشه. دوستا ما به شکل علمی و اکادمیک آیات قرآن میخوانیم و تفسیر و تشریح میکنیم و از علمای بزرگواری که قبل از ما بودند و از صحابه کرام تابعین و تبع تابعین و ابن جریر طبری و ابن کثیر دمشقی و دیگر مفسرین بزرگ که در این راستا تفسیر کردن، از اینا استفاده میکنیم شکل تحقیقی اکادمیک. خب یکی کس قبول میکنه و یا قبول نمیکنه دیگه، هر کس انشاءالله فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت، و هر کس امو کسبی که کرده، ایمان اختیار کرده یا بی ایمانی را، اخلاق اختیار کرده یا بد اخلاقی را، نظام اسلام اختیار کرده، نظام خلافت اسلامی را علاقه‌مندش هست و یا جمهوریت کفری که به اساس دموکراسی هست را میپذیره. خب اینا کلش الله در روز قیامت برای هر کس جزا و پاداش میده. حق پرست و حق طلب و حق شکنه و هم لا یظلمون و الله متعال بالای هیچ کسی یعنی ظلم نمیکنه. هر کس وقت میده، فرصت میده و اعمالش ثبت میکنه و ملائکه مکلف من حیث شاهد بالای ازی هستن و در روز قیامت محاسبه میشن. سومین مطلب دوستا در اینجا بیان مکلفیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها هست. آل الله متعال در آیات بعدی برای مخالفا بیان میکنه که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و آیا یک مسلمان حتی پیغمبر یه حق نداره که مثلا در مسائل اعتقادی گذشت بکنه؟ یعنی خب مسائل شخصی اگر باشه، مثلا اگر کس امرای پیغمبر مثلا شخصی چیزه بخواه پیغمبر باشه میگه خب ما اینی مال است ما بر شما میتونم، و یا مثلا ما که درس میتیم اگر مسئله شخصی باشه به حیات یک کس از پیش ما قار شه و بس میگیم خب برادر اگه خفه میشی بگه این موبایل من از خودت باشه، مشکل نداره خیرت ما بدون موبایل میباشم. اما آیا در مسائل دینی ما میتونیم که چی کنیم؟ آیا ما در مسائل دینی میتونیم که در اینجا هم چی بکنیم؟ لطفاً دوستان مایکتان کدام کسی هست مایکشان باز است و صدا میه. پس مطلب سومی بیان مکلفیت ها هست، مکلفیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و از صحابه و از مسلمان ها که در مسائل دینی، اعتقادی، ایمانی انسان نمیتونه که چی بکنه، در این مسائل نمیتونه که به تفاوت باشه یا گذشت بکنه. این الله متعال بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به وفد نجران بر نصرانی ها بگویند که ما این مکلفیت های ما هست، ما تسلیم حکم الله هستیم. اول مکلف هستیم به تسلیمی به خالق یکتا، هر چیز به قدرت از او هست، حاکم حکیم هو است، او بر ما فیصله میکنه که ما چی بگوییم، چی بکنیم، چی عمل بکنیم. قول برشان بفهمون که اللهم یا الله مالک الملک، تو مالک ملک هستی، تؤتی الملک من تشاء، ملک برای هر کسی که بخوای میتی، و تنزع الملک ممن تشاء، و ملک میگیری از هر کسی که خواسته باشی، و تعز من تشاء، و عزت میتی برای هر کسی که خواسته باشی، و تذل من تشاء، و ذلت میتی برای هر کسی که خواسته باشی،
بیدک الخیر، در دست تو نیکی ها هست. انک علی کل شیء قدیر، یا الله تو به هر چیز قدرتمند هستی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اونا فهماند که عزت و ذلت و مالک ساختن و گرفتن ملک کلش به تصرف الله سبحانه و تعالی هست. خب تولج اللیل فی النهار، تولج اللیل فی النهار، یا الله تو ذاتی هستی که داخل میکنی شب، داخل میکنی. یا الله تولج اللیل فی النهار، شب را داخل میکنی در روز، و تولج النهار فی اللیل، و داخل میکنی روز را در شب، و تخرج الحی من المیت، و بیرون میکنی زنده را از مرده، و تخرج المیت من الحی، و بیرون میکنی مرده را از زنده. یعنی کار الله هست، این صفات الله هست که از مرده زنده را پیدا میکنه و از زنده مرده را پیدا میکنه. و ترزق من تشاء بغیر حساب، الله ذاتی هست که رزق میده برای هر کسی بدون حساب، به هر قسمی که خود الله سبحانه و تعالی میدانه. دوم، مکلفیت مسلمان ها را بیان میکنه که یک مکلفیت ما مسلمان ها ممنوعیت از دوستی با کافرها هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف است و ما مسلمان ها مکلف هستیم که برای یک کسی که او دشمن الله هست برش بگوییم تو دشمن الله هستی. یعنی حقوق توحید چی است؟ معادات و موالات است. اگر یک کافر امرای شما شناخته هست و از شما پرسان میکنه که آیا مرا محبت قلبی با امرای من داری، شما برش میگین که من نمیتونم این محبت قلبی را با شما داشته باشم. چرا؟ دوستی با الله و دوستای الله ای از حقوق توحید است، حق توحید است. وقتی ما کلمه توحید میخوانم، حق توحید بالای ماهی است که موالات و معادات داشته باشیم، دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. و در این قسمت الله متعال میگه که لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مؤمنان کافرها را دوستای خود نگیرن من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنین. که کافر دوست خود بگیره، هم نشینش هم مجلسش از او دفاع بکنه، در پالی از او قرار بگیره، مسلحانه از او دفاع بکنه در مقابل مسلمان ها. این حکم الله هست که لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مؤمنان کافرها را دوست خود نگیره. و من یفعل ذلك، و هر کسی که این فعل میکنه، فلیس من الله فی شیء، پس نیست از جانب الله در چیزه. یعنی از رابطهش با الله قطع شد. الا در یک حالت میتونن با کافرها اظهار دوستی یا مثلا چی بکنن، به خاطر ان تتقوا منهم تقا، که شما وقایه بکنین خود در حالتی که این کافر قاتل هست و تفنگچه را گرفته و شما را میکشه و شما به خاطر نجاتتان از شر ازی میین و چی میکنین؟ به خاطر نجات از شر از او شما میین و چی میکنین؟ از شر از او شما خود وقایه میکنین. و مثل که عمار رضی الله عنه را، در بالایش مثلا چیز ماندن، اون وقتی که عمار رضی الله عنه را در سرش سلا را گرفتن و میخواستن بکشنش، مادرش کشتن، پدرش کشتن، عمار رضی الله عنه مجبور شد به خاطر وقای جان خود بعضی از کلمات کفری را گفت. و این دمی حالت است که الا ان تتقوا منهم تقا و یحذرکم الله نفسه، الله شما را از ذات خود در حذر قرار میده و الی الله المصیر، به طرف الله بازگشت شما هست. یعنی انسان بغیر از حالتی که تقیه میکنه که خود از قتل و از کشتن نجات بده، در حالات دیگی که حالت نرمال است دوستی و محبت با کافرها اجازه نیست. سوم، مکلفت ایمان
و چی هسته؟ به علم و باخبری الله به امور مخفی و آشکار. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که برای وفد نجران بگو که قل برشان بگو که ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر شما چیزی را در نفسهایتان مخفی میکنین او تبدوه آشکار میکنین، یعلمه الله، الله را میفهمه. اگر شما امرای مفریب کاری بکنین، الله از قلبتان باخبر است. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و الله میفهمه آنچه در آسمان ها و زمین است. والله علی کل شیء قدیر، و الله بر هر چیز قدرتمند هست. چهارمین نقطه، مکلفیت ایمان به آخرت و جزای و پاداش از او. یوم تجد کل نفس ما عملت، روز قیامت روزی است که تجد کل نفس، میابه هر نفس ما آنچه را که عمل کرده، من خیر، از خوبی ها، محضرن که در مقابلش حاضر میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه اعمال خود، اعمالش برش حاضر میشه. و ما عملت من سوء، و همین قسم چیزی از اشتها را که کرده او را هم به چشم خود اونجا میبینه. تود بازه، این وقت انسان آرزو میکنه لو ان بینها و بینه، کاش که بین ما و بین این گناه های ما امدا بعید، یک فاصله بسیار کلان می بود که